به نام خدا. کلیپ شماره 2 آموزش نرم افزار فتوشاپ CC. در این کلیپ میخوایم با ابزارهای انتخاب آشنا بشیم. من فتوشاپ رو اجرا کردم. از منوی فایل، نیو، یه پروژه جدید ایجاد میکنم. واحد سانتیمتر، طول و عرض کاغذم 20x20، رزولوشن پیکسل پر سانتیمتر، RGB کالر مود رنگی من هست، رنگ زمینه کاغذ وایت و دکمه کرییت رو میزنم. خب ما جلسه قبل با ابزارهای انتخاب معمولی مستطیل و دایره حالت ترکیبی آشنا شدیم. خط افقی و خط عمودی هم دقیقا نوار خصوصیتشون به همون شکله و همون حالتها و ویژگی ها رو دارن. پس من دیگه با ابزارهای انتخاب معمولی کاری ندارم، اینا رو به طور کامل کار کردم. ما در فتوشاپ ابزارهای انتخاب مختلفی داریم. یکی از ابزارهای انتخاب کمندها هستند. کمندها 3 نوع مختلفن. اگر روی کمند کلیک راست کنم 3 نوع کمند رو میتونم ببینم. کمند معمولی، کمند چند ضلعی و کمند مغناطیسی. که کمند مغناطیسی مهمترین و پرکاربردترین ابزار در فتوشاپ هست. خب ابتدا کمند معمولی رو میخوام باش کار کنم. برای اینکه اینا رو بهتر توضیح بدم ابتدا یه عکس رو باز میکنم. از منوی فایل اوپن میرم تو مسیری که عکسم قرار گرفته. عکسم رو پیدا میکنم و روی عکسم کلیک میکنم. آبی که شد دکمه اوپن رو میزنم. دقت کنید صفحه قبلی از بین نرفته ها. توی یه تب داره نشون داده میشه و عکس منم در یه تب جدید باز شده. خب وقتی رو عکس ها کار میکنید برای اینکه بهتر ببینید میتونید از ابزار زوم یا ذره‌بین استفاده کنید. اگر روی زوم کلیک کنید نوار خصوصیتش 2 تا دکمه داره، زوم مثبت، زوم منفی. اگر روی زوم مثبت کلیک کنید و روی کاغذتون کلیک کنید، هر بار که کلیک میکنید کاغذتون یا عکستون رو بزرگ میکنه و اگر روی زوم منفی کلیک کنید و بعد موس رو بیاد روی کاغذ کلیک کنید، هر بار که کلیک میکنید کاغذ شما رو چیکار میکنه؟ کوچیک میکنه. من الان نیاز دارم که بزرگش کنم با زوم مثبت. یه بار اونو بزرگ میکنم. بچه‌ها با اسکرول هایی که این پایین هستن میتونید راحت کاغذتون رو جابجا بکنید. خب پس با ابزار زوم یا ذره‌بین آشنا شدیم. میریم روی کمندها. اولین کمند معمولی رو انتخاب میکنیم. خب بچه‌ها نوار خصوصیتش دقیقاً مثل ابزار انتخاب معمولیه. دکمه نیو داره، اد، سابترکت و اینترسکت. فدر هم 0 هستش. من نیو رو میزنم، کلیک درگ میکنم، بعد یه منطقه بسته رو انتخاب بکنید. اون منطقه رو انتخاب میکنه. اد رو میزنم، کلیک درگ میکنم، منطقه بسته رو انتخاب میکنم، بهش اضافه میکنه. سابترکت رو میزنم یا منها. ببینید سمت راست پایین علامت منهاست، یعنی من کم میکنم. کلیک درگ میکنم، منطقه رو کم میکنه. و یا اینترسکت رو میزنم. ببینید سمت راست پایین علامت ضرب داره، میگه منطقه مشترک رو میگیرم. مشترک این دوتا میشه کجا؟ مشترکش رو برای من چیکار میکنه؟ در نظر میگیره. خب این ابزار کمند معمولی بود. کلیک راست میکنم، میرم روی طبقه دوم، ابزار انتخاب کمند به صورت چند ضلعی یا کمند چند ضلعی. برمیگردم رو صفحه سفیدم. بچه‌ها نگاه کنید تمام خصوصیتاش مثل ابزارهای انتخاب قبلیه. میام رو حالت نیو و شروع میکنم کار کردن. نگاه کنید که از کاربردهای این طراحی آرم هستش یا حروف یا لگو. به چه شکل؟ نگاه کنید میگه شما کلیک کن، موس تو حرکت بده. کلیک کن، من این 2 نقطه رو خودم وصل میکنم. کلیک کن، من نقاط رو به هم متصل میکنم. موس تو حرکت بده. کلیک کن، کلیک، نقاط رو به هم دیگه خودش به صورت اتوماتیک وصل میکنه. کلیک میکنم، موسم رو حرکت میدم. کلیک میکنم و موسم رو حرکت میدم. بعد دقت کنید منطقه رو ببندید. بچه‌ها روی اولین نقطه دابل کلیک میکنم. اگر دیدید بسته نشد دابل کلیک کنید تا حتما منطقه‌تون رو ببنده. خب میخوام به این اضافه کنم. روی دکمه اد کلیک میکنم. ببینید سمت راست پایین علامت به علاوه است. کلیک میکنم، موس حرکت میدم. کلیک میکنم، موس حرکت میدم. کلیک میکنم، دوباره موسم حرکت میکنه. کلیک و موس حرکت میدم. نقطه ابتدا و انتها رو با هم میچسبونم. حالا میخوام رنگش کنم. روی سطل رنگ، روی مربع فورگراندم کلیک میکنم. رنگ مثلا سبز رو انتخاب میکنم. اوکی، روش کلیک میکنم. منوی سلکت، دی سلکت.
یه حرف ساده رو طراحی کردیم. ما تو کلاس حرف کا رو طراحی کردن بچه‌ها. میتونید حرف M, W, Y, Z, X همه اینا رو طراحی کنید به دلخواه خودتون. حالا میام روی عکس کاربردش رو میبینم. دقیقا مثل کمند معمولی هستش. انتخابش میکنم، منوی سلکت دی سلکت رو میزنم. مثلا فرض میکنم میخوام انتخاب کنم، کلیک کلیک کلیک، خودش داره نقاط رو به هم وصل میکنه. میخوام بهش اضافه، الان رو حالت اضافه بود، حالا میخوام ازش کم کنم، کلیک 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 و کلیک. منطقه باید بسته باشه، کم میکنه. میخوام منطقه مشترک بگیرم، بذار اول بشه منطقه رو اضافه کنم تا بعد بتونم منطقه مشترک بگیرم. میرم دکمه 4 رو کلیک میکنم، منطقه مشترک. بچه‌ها سمت راست پایین میرید علامت ضرب داره، کلیک 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 و کلیک. بچه‌ها مشترکش میشه کجا؟ قسمتی که میمونه. پس کاربردش دقیقاً مثل ابزارهای انتخاب قبلیه. هر 4 دکمه رو داره با فدر 0. خب ابزار بعدی که میخوایم باهاش کار کنیم و خیلی مهمه، مگنتیک لاسو یا کمند مغناطیسیه. کار کردن باهاش خیلی 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 مهم هست. منوی سلکت دی سلکت رو میزنم که از انتخاب خارج بشه. دقت کنید اینم هر 4 تا دکمه رو داره. من رو حالت نیو قرار میگیرم با فدر 0. دیگه میدونی باید چی کار کنی؟ شما مثلا میخوای درخته رو انتخاب کنی، یه نقطه کلیک کن، دستت رو موستو آروم اطراف شکلت حرکت بده. خودش مثل آهنربا به لبه های عکس شما میچسبه. من اصلا کلیک نمی کنم، دستم روی موسمه، آهسته دارم حرکت میدم. حواسم نیست یه دفعه اینجوری میشه. چیکار کنیم؟ عیبی نداره، دابل کلیک کنیم، محیط بسته میشه. پنل هیستوری، برمیگردیم عقب. اینو بلدیم کار کنیم، هیستوری رو میبندیم. عمدن این کار کردم چون برای بچه ها سر کلاس این مشکل پیش اومد. پس چیکار کردم؟ کمند مغناطیسی، کلیک، دستم رو آهسته 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 دارم دور این درخت حرکت میدم. لطف کنید بچه ها خودتون تو خونه روی عکس های مختلف با استفاده از کمند حتما قسمت های مختلف عکس رو انتخاب کنید. چرا؟ از الان تا پایان زمانی که فتوشاپ کار میکنم هر جلسه میخوام از کمند استفاده کنم. نقطه اول رو به نقطه آخر میچسبونم یا دابل کلیک میکنم تا بسته بشه. خب وقتی که انتخاب کردید، حالا میتونید باش کارهای مختلف انجام بدید. یکی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم جابجایی هست. بچه‌ها توی جعبه ابزارمون ابزاری داریم به نام موو. اگر روش کلیک کنید و قبلا منطقه رو انتخاب کرده باشید، موس رو بیارید روی منطقه انتخاب، شکل یه قیچیه. اگه کلیک درگ کنید میتونید چیکار کنید؟ جابجاش کنید. بعداً یادتون میدم تغییر سایز بدید یا حتی شکلاتون رو تغییر شکل بدید، یعنی حالتش رو تغییر بدید. خب و کارهای دیگه که میتونیم باهاشون انجام بدیم. دوباره از پنل هیستوری مرحله برمیگردم عقب. پس انتخاب با کمند مغناطیسی رو هم یاد گرفتید. میتونید بهش اضافه کنید، کم کنید و یا منطقه مشترک هم در نظر بگیرید. منوی سلکت دی سلکت رو میزنم. خب بچه‌ها ما تا حالا با ابزارهای انتخاب و ابزارهای کمند که کار کردیم برای انتخاب میومدیم چیکار میکردیم؟ کلیک درگ میکردیم. اما ما ابزار انتخاب دیگه ای رو هم داریم که بر اساس رنگ انتخاب میکنه. کویک سلکشن یا ماجیک وند، عصای جادویی. بچه تصویر من پر از رنگه، میتونم از رنگ‌های مختلف نمونه برداری کنم و بر اساس نمونه‌های اونها کارهای مختلف انجام بدم. پس روی این ابزار که ابزار 4 هست کلیک راست میکنم، طبقه اول کویک سلکشن رو انتخاب میکنم. نوار خصوصیت رو نگاه کنید. حالت نیو داره، اد داره و سابترکت. یه گزینه داره به نام سایز. وقتی موسم رو میارم روی شکلم، شکل یه دایره است. یعنی چی؟ میگه نقاط رنگی که در داخل این دایره هستن رو من انتخاب میکنم، از رنگاشون نمونه میگیرم. اگر من این دایره ها رو بزرگتر کنم، نقاط رنگی بیشتری در داخل این دایره قرار میگیرن و رنگ های بیشتری انتخاب میشن.
بهتون توصیه میکنم همیشه با عددهای کوچیک کار کنید. این باعث میشه دقت شما بالا بره. پس سایز رو به این شکل انتخاب میکنید. رو حالت نیو قرار میگیرم، موس رو میارم رو کاغذم، کلیک میکنم. ببینید با توجه به رنگ‌هایی که در داخل دایره بود و نمونه برداری کرده بود، یه منطقه رو انتخاب کرد. اگه بخوام بهش اضافه کنم اینجا کلیک میکنم، منطقه گسترده تر شد. بخوام اضافه کنم اینجا کلیک میکنم. درست شد؟ اگه بخواید کم کنید دکمه ساب کلیک کنید و مثلا فرض میکنم اینجا رو کلیک میکنم، منطقه رو ازش کم میکنم. پس با استفاده از در واقع رنگی که انتخاب کردیم یا رنگ‌هایی که تو منطقه انتخاب کردیم داریم چیکار میکنیم؟ عمل انتخاب رو انجام میدیم. منوی سلکت دی سلکت. یه حالت دیگهش اینه که میرم رو حالت اد کلیک میکنم، سایزم مشخص میکنم، کلیک درگ میکنم. از اول تا آخر میبینید اون منطقه رو که من دارم کلیک درگ میکنم انتخاب میکنه. پس با کلیک درگ هم میتونیم این کار رو انجام بدیم. من خودم از این روش ها خیلی استفاده نمی کنم، خیلی با دقت نیستم. ابزار بعدی که میخوایم کار بکنیم ماجیک بنده. البته بستگی به کاربرد شما داره که از برای چه کاری میخواین استفاده کنید. عصای جادویی. عصای جادویی هم نوار خصوصیتش دقیقاً مثل حالتهای قبل است، فقط یه ویژگی داره به نام تولرانس. مثلا تولرانس چیه؟ شما میاد رنگ 6 رنگ دیدین، 12 رنگ دیدین، 36 رنگ هم دیدین. در مورد رنگ‌های 36 رنگ ممکنه شما 4 تا رنگ سبز داشته باشید. سبز کمرنگ، پررنگ، تیره، سبز فسفوری. به اینا میگن تولرانس، یعنی از کمرنگ شروع میشه تا پررنگ. حالتهای مختلفی رو داره. درست شد؟ خب ما اینجا ویژگی تولرانس داریم. من الان ماجیک بند رو انتخاب کردم، رو حالت افزایشی هستم. تولرانس رو با 2 عدد براتون در نظر میگیرم. اگه تولرانس رو عدد کوچیکی در نظر بگیریم یعنی طیف رنگامون کوچیکه، در واقع منطقه از رنگا که انتخاب میشه کوچیک هست. دقت کنید با تولرانس 20 اینجا کلیک میکنم. ببینید چه جوری انتخاب کرده. لبه ها هنوز با دقت انتخاب نشدن، حتی در داخل این نقطه انتخاب نشده. با توجه به تولرانسی که انتخاب کردم اینو میذارمش 80 و بعد منوی سلکت دی سلکت رو میزنم، دوباره کلیک کنم. ببینید لبه ها رو تا کجا رفته، یعنی طیف رنگی بیشتری رو شامل شده. درست شد؟ خب بازم بهتون توصیه میکنم با عددهای بزرگ کار نکنید. مناسب ترین حالت همون 32 هست که ما با 32 کار میکنیم. خب یکی از کاربردهایی که ما امروز بچه ها یاد دادیم این بود که می اومدیم با مثلا کویک سلکشن و با حالت افزایشی سایز 10 یه منطقه رو انتخاب میکردم. مثلا با کلیک کردن این منطقه کلیک میکنم، اضافه میکنم، کلیک میکنم و اینجا کلیک کردم. درست شد؟ میخوام رنگش رو تغییر بدم. این رنگ رو دوست ندارم. وقتی منطقه انتخاب شد میرم روی سطل رنگم، میرم رو مربع فورگراندم. بچه تو این حالت میتونید از رنگ هایی که توی عکستون هست نمونه برداری کنید. میام روی منطقه که انتخاب کردم یه بار کلیک میکنم. ببین نشون میده رنگ سبز. اگه اینجا کلیک کنم رنگ صورتی. میگم نگاه از این سبز نمونه بگیر. من دلم میخواد سبزش تیره تر باشه. اینجا کلیک میکنم. اوکی؟ میام اینجا کلیک میکنم. میبینید رنگ قسمتی از تصویرم رو عوض کردم به دلخواه خودم. درست شد؟ خب پس یکی از کاربردهایی که ما میتونیم برای ابزارهای انتخاب داشته باشیم مثل کویک سلکشن و ماجیک بند همینه. شما میتونید رنگ‌ها رو انتخاب کنید و رنگاتون رو چیکار کنید؟ تغییر بدید. بچه‌ها سر کلاس روی همین تصویر رنگ بوته‌ها، رنگ خانه رو به طور کامل چیکار کردن؟ تغییر دادن. منوی سلکت و دی سلکت رو میزنم. بچه ما با ابزارهای انتخاب در حالتهای مختلفی آشنا شدیم. خب برای تکلیف این هفته میخوایم چی کار بکنیم؟ میخوام که با ابزار انتخاب کمند چند ضلعی حروفی مثل A، حرف W، حرف M، حرف X و حرف Z رو طراحی کنیم. یعنی 4 حرف. من A رو رفتم، شما M، W، Z و X رو برای من طراحی میکنید با ابزار کمند چند ضلعی. یه عکس ازش میخوام، یعنی شما اون 4 تا حرفی که طراحی کردید یه عکس میگیرید. بعد این
عکس رو هم خودم براتون میفرستم یا اینکه هر عکس دیگه‌ای که دوست دارید باز میکنید یک قسمت‌های از رنگ عکس رو تغییر میدید. مثلا فرض میکنید من اگه این عکس رو براتون فرستادم رنگ خونه رو برام تغییر بدید یا رنگ نرده ها رو برای من تغییر بدید یا رنگ مثلا فرض میکنیم ابر رو تغییر بدید. یه عکس هم تو این حالت میخوام. پس در واقع برای تکلیف شماره 2 من 2 عکس نیاز دارم. یکی عکس از حروفی که ساختیم 4 حرف W M Z و X و یه عکس به این حالت اون قسمت‌های از عکستون رو تغییر رنگ داده باشید. به طور کامل انجام بدید. موفق باشید. خدا نگهدار.